الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام علیکم برادران خیلی عزیز و خیلی گرامی. همه شما بندگان خدا را و این روز عید و این روز خیلی پرثواب این هفته تبریک و تهنیت میگویم. پیش از آنی که موعظه امروز را برای شما آغاز نمایم میخواستم یک حدیث را از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به سمع شما رسانم و موافق این حدیث بعداً دست به دعا میبرداریم. عن سفیان ابن عبدالله رضی الله عنه قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر اعتصم به. حضرت سفیان فرزند عبدالله نزد جناب سرور عالم محمد صلی الله علیه و سلم حاضر شدم و از پیغمبر خدا یک تکلیفات کردم. گفتم حدثنی بامر اعتصم به. ای حبیب خدا برای من یک حدیث بفرما، برای من یک سخن بگو تا که چنگ زننده این پیشنهاد تو شوم و از این جمله‌ای که برای من میفرمایی در عمرم برکت یابم. حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم
به سفیان ابن عبدالله گفتند قل ربی الله ثم استقیم. چه جمله زیبایی گفتند. انسان وقتی که این جمله را میشنود و اگر از معنای او با پررگی اگر با خبر باشد، به خدا قسم موی بدن انسان راست می شود. قل ربی الله ثم استقیم. چه نصیحت خوبی کردن. اگر دادرای عزیز، پدرای مهربان، کسانی که از شما خواهند که ما را نصیحت کن، ولی امروز الحمدلله جوان دخترها، جوان پسرها را میبینی، میپرسند که داملای عزیز یا برادر مهربان برای ما یک نصیحتی کن. دوست می داشتم این نصیحتی که حبیب خدا به حضرت سفیان کردند ما نیز این برای همنشینان خود، برای بندگان خدا استفاده بریم. چی گفت حبیب خدا؟ ای سفیان بگو ربی الله، پروردگار من الله است. ثم استقیم، بعد از آن مادرمان پروردگار من الله است، بعد از آن سپارش های آن الله را اجرا کن. ما و شما همیشه یک کلمه را دست میبرداریم پروردگارا. شاید بعضی از شما ندانید که خود معنای پروردگار چی معنی داشته باشد. پروردگار تربیت کننده، پروردگار پرورش دهنده، پروردگار معلم، پروردگار مربی. بگو پروردگار من الله است، همون اللهی که رزق از جانب اوست، همون اللهی که بدن مرا بیمار میکند، همون اللهی که بر بدن من شفا میبخشد، همون پروردگاری که فرزند من در هر جایی که باشد اگر دعا کنم او را صحت و سلامت نگه میدارد، همان پروردگاری که پیش از سفر از او میخواهم که خدایا مرا صحت و سلامت به مکانم برسان، همان پروردگاری که مادام پدر مادر فرزندم بیمار میشود دست میبردارم خدایا اینها را شفا ببخش، شفا ببخش. همان خدایی که برای من برار کار میدهد، کشایش کار میدهد. بگو پروردگار من الله است، بعد از آن در سپارش های پروردگارت عمل کننده شد. قلت ما اخوف ما تخاف علی. حضرت سفیان بعد شنیدن این جمله زیبا و این در وجود خودش جای کرد، بعد از او پرسید ای حبیب خدا از چه چیز بیشتر در حق من میترسی؟ از چه چیز؟ از کدام عمل من، از کدام کردار من بسیار میترسی؟ مقصد کدام عملی هست که اگر من به وی چنگ زنم وی مرا هلاک میسازد؟ فاخذ بلسان نفسه ثم قال هذا رواه الترمذی حدیث حسن صحیح. رسول اکرم میگوید وقتی که این سؤال از سفیان شنید از چی چیز در حق من بیشتر میترسی، رسول الله آن زبان مبارک سرخرنگ خود بیرون کرد، با دستهای خود زبانش قپید و گفت از همین در حق تو میترسم. اشاره به سوی زبان بود. خیرتمند باش، به آزار باش، زبان را همیشه نگهدار باش.
از زبان در حق صوفیان ترسیدند، گفتن یگانه چیزی که تو را هلاک میکند، شرمنده میکند، بی قدر میکند، این زبان توست. گفت زبان تا نگه بدار. خداوند در قرآن و ما یلفظ من قول الا لدیه علیه رقیب عتید، صدق الله العظیم. مردم آگاه باشید، میگوید الله که برای هر کدام شما 2 ملائکه دادگی هستم که هر سخن از شما میبراید اونها کتابتش میکنند. برای سخنی گفتگیتان در پیشگاه خدا البته شما مسئول هستید، جواب میگویید. کاری کنید برادرای عزیز و گرامی، از زبان ما و شما کسی آزار نیابد، از زبان ما و شما کسی خجالت نگذارد، از زبان ما و شما کسی ناراحت نشود. همیشه زبانمان، ابو موسی اشعری را خدا رحمت کند، میگوید از حبیب خدا پرسیدم افضل ترین مسلمان کدام مسلمان است؟ من سلم المسلمون من لسانه و یده. افضل ترین مسلمان کسی هست که از دست و زبان او کسی آزار نمی‌یابد. به سوی پروردگار دستی به دعا می برداریم و از خداوند دعا می خواهیم که خدایا اولا ما بندگان تو خواهان او هستیم که زبان ما همیشه یاد کننده ذات تو باشد. خدایا همیشه این زبان ما درود گوینده و سخن نیک گوینده باشد. خدایا هیچ وقت برای ما قوت و غیرت نصیب نگردان که این زبانهای ما دروغ و بهتان را تلفظ کنند. خدایا خاتمه کار همه ما بندگانت را به خیر بگردان. خدایا ثواب این نماز را در نامه اعمال این جمعیت ما کتابت بفرما. خدایا تمام آن مهمانهایی که در این جمعه ما اشتراک دارند صحت و سلامت خدایا با مرادهای حاصل شده با ثوابهای بیشمار به خاندانشان برسانی. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آمین یا رب العالمین. برادران عزیز و گرامی، جمعه که ما با شما صحبت داشتم اطراف قصه تهمت حضرت عایشه مادر مؤمنان بود. الحمدلله که من بعد این نقل کردن این قصه باوری کامل دارم که شما از بزرگی عایشه درکدار شدید و فهمیدید که مادرمان عایشه چه فضیلت و چه بزرگی های را با نصیب بوده است و آن چیزی که در حق این مادرمان حضرت عایشه می گفتند و الحال در این دنیایی که زندگی داریم تا حال این تهمت نسبت حضرت عایشه وجود دارد، اینا همه بهتان بوده است. اینا دشمنهای مادرمان حضرت عایشه، دشمن رسول خدا، دشمن قرآن هستند. زیرا پروردگار ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظیم. این آیت مبارکه از سوره مبارکه نور است که در شأن مادرمان عایشه نازل شد. زمانی که این مادرمان عایشه درک ندارد که وی تهمت دارند، درک ندارد که وی در این بهتان قرار دارد و بعد درکدار شدن این مادرمان که خود میگو من باوری نداشتم که از جانب پروردگار
این آیت ها پایان شود و تا روز قیامت این پاکی مرا بندگان خدا در نمازشان تلاوت کنند. این من باوری نداشتم، فقط این قدر باوری داشتم که شاید در خواب پیغمبر خدا وحی نازل شود و حبیب خدا را از پاکی من خبر دهد. الله میگوید آن کسانی که تهمت میزنند شخصی را که نمیداند، درک ندارد، پاک است از زنا، لعنوا فی الدنیا والآخره، لعنت پروردگار است بر آنها در دنیا و در آخرت و برای این تهمتگرها عذاب وزنین انتظار است. مادرمان عایشه در بین همه زنها فضیلت خاصه داشتند. خود مادرمان میگوید اگرچند تعداد زنهای پیغمبر از 9 و از 10 بالا بود، لیکن در بین زنهای پیغمبر من با 10 چیز فضل داشتم، شرف داشتم. یکم این که من زن باکیره بودم. همه زنهای پیغمبر بیوه بودند، کودکدار بودند. در بین این تعداد زنهای پیغمبر یگانه زن دختری باکیره که بود من بودم، گفت عایشه مادر. دیگر این که فضیلت دوم من این است که پدر و مادر مهاجر داشتم. برای خاطر دین خدا هم پدر و هم مادرم از مکه مکرمه به مدینه هجرت کردند. دیگر شرفی که داشتم این بود که برای پاکی من از جانب پروردگار آیت‌های قرآن نازل شد. دیگر شرفی که من در بین زنها داشتم برای پیغمبر خدا پیش از آنی که مرا نکاح کند صورت مرا جبرائیل بر رسول اکرم نشان داده بود. حبیب خدا در بخاری میگذرد که 2 بار 2 شب خواب دیدم. جبرائیل پایان می شود در یک پارچه حریر، صورت کسی پوشانیده است. وقتی که این پارچه را می کشاییم صورت زن می براید. جبرائیل می گوید این خانم توست و این صورت مادرمان عایشه بود. پنجم فضیلتی که نسبت دیگر زنها داشتم این بود که از یک ظرف من همراه پیغمبر غسل میکردم. هیچ زن پیغمبر از یک ظرف با همراه پیغمبر غسل نکرده است. گاه پیغمبر خدا میگفت عایشه آب را کمتر صرف کن تا که برای منم کفایت کنه. یک جای با پیغمبر خدا غسل میکردیم. دیگر فضیلتی که داشتم این بود که آیات‌های قرآن فقط در خانه من نازل میشد. دیگر فضیلتی که داشتم نسبت زنهای دیگر این بود که حبیب خدا در خانه من گرانیده شد. دیگر فضیلتی که نسبت زنهای دیگر داشتم حبیب خدا جان مبارک در بین 2 سینه من به حق تسلیم کرد. دیگر فضیلتی که من نسبت زنها داشتم رسول اکرم گفتند محبوب ترین زن از بین زنها به سوی من عایشه است. 10 فضیلتی که من داشتم محبوب ترین مردان به سوی از بین مردها به سوی پیغمبر این پدر من ابوبکر بود. با این فضیلت ها من از زنهای دیگر پیغمبر خدا فرق میکردم. رسول اکرم با عایشه شوخی میکردند، با عایشه مسابقه دویدن میکردند. بار اول حضرت عایشه مادرمان رسول اکرم را در مسابقه دویدن گذاشتند. بار دوم حبیب خدا مسابقه دوم وقتی که تشکیل کردند این دفعه از عایشه پیغمبرمان گذشت. این شوخی ها را با عایشه میکرد. در بخاری میگذرد حبیب خدا گفت
ای عایشه گفت من میدانم که تو کدام وقت غضب داری نسبت من و کدام وقت از من راضی هستی. گفت چگونه میدانی؟ از کجا میفهمی که کدام وقت من بالای تو غضب دارم و کدام وقت بالای تو راضگی دارم؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند وقتی که تو اگر از من راضی باشی میگویی لا و رب محمد، قسم به خدای محمد میگویی. لیکن وقتی که اگر بالای من غضب داشته باشی میگویی لا و رب ابراهیم، قسم به خدای ابراهیم میگویی. من از این میفهمم که تو بالای من غضب داری. مادرمان عایشه گفتن حق گفتی رسول اکرم، زمانی که من به خدای ابراهیم قسم میخورم اون زمان بالای تو غضب دارم، لیکن وقتی که با خدای تو قسم میخورم اون وقت من از تو راضی هستم. لیکن حبیب خدا پدر و مادرم فدای جان تو باد، من فقط از نام تو دور میشوم، از محبت تو هیچ وقت دور نمیشوم. مادرمان عایشه در سال 58 هجری یا 57 هجری تخمین در سین 66 سالگیشون از این دنیا رحلت کردند. در گورستان بقیع که حاجیان این گورستان زیارت میکنند مادرمان اونجا دفن شده است. جنازه حضرت عایشه را حضرت ابو هریره خواندند. اون زمان حضرت ابو هریره میر شهر مدینه بود. همون زمانی که جنازه مادرمان عایشه را ابو هریره خواندند همون سال ابو هریره هم جان به حق تسلیم کردند. از این قصه گذشته ما عبرتمان همین است که بیهوده کلانترای ما و شما پیشواهای ما و شما دعا نمی کردن که خدایا از تهمت ناگهان ما را نگه دار. این تهمتی بود که خواستن که خاندان ابوبکر صدیق را، خواستن حضرت ابوبکر و مادرمان عایشه را در پیشگاه تمام مسلمان ها در خجالت گذارند. لیکن باز خاتمه کار به فایده حضرت ابوبکر و به فایده مادرمان عایشه انجام یافت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک اجتنبوا سبع الموبقات، شما از 7 چیزی که شما را هلاک میکند دوری را اختیار کنید، دور باشید. قالوا و ما هن، ای حبیب خدا چیز آن 7 چیزی که آدم هلاک میکند؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات. حبیب خدا گفتن یکم شرک. دادرای عزیز من شرک میگویم بسیار احتیاط کنید و شرکیات نزدیک نشوید. شرک در بین همه گناه هایی که وجود دارد یگانه گناهی است که اگر توبه نکنید و بی توبه از دنیا گذرید خدا اصلا شما را نمی بخشد. شرک بسیار خطری کلان دارد. دوم سحر، جادوگری. در ما و شما مردم ملایی میگن، ملاییش کردن میگوید، ملاگری کردن، لیکن این جادوگری میگویند. سحر رسول اکرم میفرماید من اتا عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 یوما، رواه مسلم. کسی پیش یک جادوگر، پیش یک فالبین می رود، آن چیزی که وی میگوید وی قبول دارد 40 روزه نمازش خداوند کره میکنه، نابود میکنه. تماشا کنید که هر یک باره که از او چیز قبول کردی 40 روزه عبادت خداوند کره میکنه، نابود میسازد، همچنان است که تو به سوی خدا عبادت نکردی. حتی رسول اکرم لا يدخل الجنة مدمن الخمر ولا مؤمن بالسحر، جنت اصلا وارد نمی شود انسانی که عرق خور است و انسانی که جادوگر است و با جادوگرها باوری دارد.
امروز ترقیات دارد دادر عزیز، ولی در بسیار جایها اینا وجود دارند. بسیارش میگن ما طبیب هستیم. طبیب دروغ میگوید. طبیب شخصی هست که با دارو و با طبیب مرحمت بیمارخانه ها در طبیب ها وجود دارند. اینا طبیب نیستند. طبیب آن کسانی هستند که برای ما و شما هر گونه نمودهای داروواری تیار میکنند، در دست ما و شما تسلیم میکنند. از این خاطر بسیار احتیاط کنید دادرای عزیز. سوم گناهی که پیغمبر خدا گفت از او دوری جوید، این کشتن انسان است، یک آدم قتل کردن است. خدا این عملم حرام گردانیده است. دیگر گناهی که حبیب خدا گفت از او دور ایستید، خوردن مال ربا هست. از اینم دور ایستید که هلاکتون میکنه. پنجم چیزی که حبیب خدا تأکید کردن خوردن مال یتیم است. ششم چیزی که حبیب خدا تأکید کردن پشت گردانیدن در میدان جهاد است. هفتم چیزی که حبیب خدا تأکید کردن تهمت کردن است زنی را که وی مبتلای این زنا نشده است. امروز بعضی دوستای خدا نگهشان دارد، بعضی برادرای ما و شما که نماز میخوانند تهمت نسبت عائله های خود میکنند که به ما مراجعت دارند. همیشه اینها را ما از زبان اونا میشنویم. شاهد ندارند، فقط گمانشان همین است. به هر حال هم که باشد دادرای عزیز، ما از این قصه های مادرمان عایشه این قدر چیز را درک سازیم که عایشه مادر ما و شماست، چگونه که الله در قرآن ازواجه امهاتکم، زنهای پیغمبر مادرهای شماست. و این قدر فهمیم که هر جایی که نسبت مادرمان عایشه کسی که سخن بد و زشت میگوید، یقینا دانیم که وی آدم مسلمان نیست. حضرت امام ابو حنیفه صاحب مذهب ما و شما، امام شافعی در فتح القدیر که شرح هدایه شریف است، ابن همام مشهور است، و در در المحتار که ابن عابدین شامی است میگوید کسی که اگر طعنه بر عایشه میزند وی کافر است. حکم به کفر حضرت امام ابو حنیفه دادند، حضرت امام شافعی حکم به کفر دادند. کسی که اگر همین تهمتی که در عایشه صدیقه آمد است باور میکند یا به زبانش وی میراند وی کافر است. احتیاط کنید دادرای عزیز، مبادا پایبند یگان جریان یگان رویه نادرسته که این سخنها از زبان اونها صدا دهد نشوید که در دنیا و در آخرت به خدا قسم شما ایمانم ندارید، دینم ندارید، شرفم ندارید، قدرم ندارید. آخران حج پیغمبر خدا حجت الوداع میگویند. آخران حجی که از حیات پیغمبر خدا رخ داده بود، بعد او جان به حق تسلیم کرد. بعد ادای این حج رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بالای منبر برآمدند و گفتند ای بندگان خدا، من 63 سال حیات دیدم، 23 سال این با پیغمبری سپری شد. من 23 سال در بین شما بودم. شاید که این حج من حبیب خدا میدانست که این حج آخران بود. شاید که این حج من حج آخران باشد. سال آینده دیگر من به حج آمده نتوانم. لیکن برای همه شما اعلان میکنم، اعلان من این است که در دوام این 23 سال من از ابوبکر صدیق هیچ وقت آزار ندیدم. 23 ساله که با این دوست خدا همنشین هستم، رویه دارم، آزار از این ندیدم. و همه شما مسلمانان آگاه باشید که من از ابوبکر صدیق راضی هستم. این رسول اکرم از بالای منبر در بین 130,000 صحابه که جمع شده بود، رسول اکرم اعلام کردند که من از ابوبکر صدیق راضی هستم
وای بار به من آزار نداد، هیچ وقت دل مرا آزار دادگی نیست. این دلالت بر چی میکند؟ و من یطیع الله و در تفسیرها می آید که روز قیامت اولین نامه اعمال به دست عمر ابن الفاروق داده می شود. نامه اعمال روز قیامت، نامه اعمالی که به دست راست داده می شود در دست حضرت عمر داده می شود. این ابن عباس گفتند، اطرافای ابن عباس گفتند ای ابن عباس، آخر بهترین مردم بعد رسول اکرم ابوبکر است، برای چی در دست ابوبکر ندادند؟ هیهات هیهات گفتند. آن زمانی که نامه اعمال در دست راست عمر داده شد، این زمان ابوبکر صدیق بالای دستهای ملائک در باغهای جنت سیر و گشت دارد. این ابن عباس گفتند مردم تا حال در گرفتن نامه اعمال است، ابوبکر در جنت سیر و گشت دارد. از هر کسی که رسول اکرم راضی باشد، حبیب خدا او را دوست دارد، البته به البته عاقبت او برای همه ما معلوم است. وقتی میگوید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشتند که همیشه حضرت ابوبکر در اطراف او می نشست، شبان روزان از پیش او جدا نمی شد، زمانهایی که خیلی بیماری سخت داشتند. بعدا وقتی نماز که شد، لما اشتد برسول الله صلی الله علیه و سلم وجاعه، روایت صحیح سته است، همه متفق علیه است، حدیثی کلی راویای حدیث روایت میکنند. وقتی که حال پیغمبر خدا آنچنان وزنین شد که دیگر نفس او کنده کنده می برآمد. دیگر این زمان یا زمان دیگر این معلم ما و شما جان به حق تسلیم میکرد. قیل له فی الصلاة، حضرت بلال آمد گفت حبیب خدا وقتی نماز شد، مردم در مسجد منتظر شماست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که از جای خود خیستن نمیتوانست، حالش که بسیار وزنین بود، فقال مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، گفتن رو به ابوبکر اعلان کن که پیش در آید نماز مردم خوانده دهد، زیرا که حال من وزنین شده است، من دیگر به پیش شما آمدن نمیتوانم. عایشه میگوید من در پیش پیغمبر خدا بودم وقتی که امر کرد که ابوبکر به پیش نماز گذرانید. قلت یا رسول الله، حضرت عایشه میگوید گفتم ای حبیب خدا، این ابابکر رجل رقیق اذا قرأ القرآن غلبه البکا. عایشه میگوید تقوای پدرش که میدانیست، عبادت پدرش که همیشه تماشا میکرد، گفت ای حبیب خدا پدر و مادرم فدای تو باد، ابوبکر بسیار آدم نرم دل است، وای پیش در آمدن نماز مردم خوانده دادن نمیتواند. تصور کنین که طی 23 سال رسول اکرم پیش میدراید نماز میخواند، یک زمان محراب خالی ماند به سبب که حبیب خدا بیمار بودند. البته یارهای پیغمبر خدا دقیقه به پیغمبر خدا ایستادن نمیتوانستند، اونها جرأت هم نداشتند که محراب در برآمده نماز مردم خوانند. مادرمان اینه که میفهمید، گفت پدرم بسیار آدم نرم دل است، ای رسول اکرم، وای نماز مردم خوانده نمیتواند، اذا قرأ القرآن غلبه البکا، ای حبیب خدا وقتی وای قرآن میخواند آنچنان گریه میکند که مردم صدای قرآن او را نمیشنود. مگذار ای حبیب خدا، نگذار که ابوبکر پیش در آید.
رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از دوست داشته ترین زن خود عایشه وقتی این سخن شنید در حال چه گفت؟ مروه فلیصلی. هرچی هم که باشد، اگر دل رقیق هم که داشته باشد، دل نرم هم که داشته باشد، اگر طاقت در محراب برآمدن هم که نداشته باشد، خواهش من این است که ابوبکر نماز مردم خواند. دویم بار رسول اکرم تکرار کردند. عایشه مادرمان باز طاقت نکرد، حفصه را فریاد زد. حفصه دختر حضرت عمر بودند و هم زن رسول اکرم بود. دوستای خدا دوست می داشتند که دخترهای اونها زن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشد، خویش و تبار پیغمبر خدا باشد. حفصه را فریاد زد، گفت ای حفصه، گفت من دیگر از پیغمبر خدا خواهش کردن نمیتوانم که ابوبکر را پیش نماز نگذارد. تو را برسان، بگو که ابوبکر پیش در آمدن نمیتواند و این نماز خواندن نمیتواند به خاطر که در هر یک آیت قرآن گریه میکند. رو بگو تا که عمر پیش در آید. حضرت حفصه مادرمان دختر حضرت عمر آمدن، گفتن ای حبیب خدا، یک تکلیف دارم. تکلیف این است که ابوبکر صدیق نماز مردم خوانده داده نمیتواند. خوب میشد که عمر پدر من پیش در آید. رسول اکرم میگه غضبناک شدن، گفتن آیا شما مثل زنهای حضرت یوسف معامله نمیکنید؟ گفتم ابوبکر پیش در آید، ابوبکر پیش در آید. پس دیدن که رسول اکرم تأکید بر تأکید دارد. این حکمت داشت دادرای عزیز. پیش گذاشتن حضرت ابوبکر معنای ای را داشت که بعد من خلیفه مسلمان ها باید ابوبکر باشد. این معناش این بود. اینقدر تأکید رسول اکرم برای چی بود؟ برای چی امروز اختلاف است که باید که بعد رسول اکرم حضرت علی رضی الله عنه در خلافت می برآمد؟ برای چی امروز اختلاف است؟ این حکمت رسول اکرم از سخنش انا همین است که بعد من ارزنده منبر من و خلیفه مسلمان ها ابوبکر رضی الله عنه هست. حضرت ابوبکر ناچار محراب رسول اکرم در آمدند. وقتی که الله اکبر گفتند و این مکان که همیشه بوی خوش رسول اکرم بود، محراب بود که همیشه رسول اکرم نماز مردم که میخواند، ابوبکر دیگر طاقت نکرد. گریه حضرت ابوبکر فرا گرفت. تمام مردم مسلمان همگی نماز با گریه میخواندند. این زمان بود که رسول اکرم میگوید در وجودش یک بهبودی میگوید حاصل شد و آهسته آهسته قدم زنان به مسجد در آمد. دید که ابوبکر نماز مردم خوانده ایستاده است. ابوبکر خدا رحمت و مغفرتش کند، اگرچند که چهره مبارکش طرف قبله بود، از پشت آمدن رسول اکرم حس کرد. میگوید حس کرد، در حال میگوید با قدم های نازک خود آهسته آهسته به صف اول قدم میزد تا که رسول اکرم پیش آید. لیکن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امر کرد ابوبکر در جات باقی مان. گفت در جات باقی مان، نماز مردم خواند. لیکن ابوبکر آهسته آهسته به صف اول آمد، در صف اول قرار گرفت، نماز مسلمان ها را خوانده داد. بعد او رسول اکرم گفت ابوبکر تو را امر کردم که در محراب ایستادگی کن، نماز مردم خوان، برای چی محراب ترک کردی؟ رسول حضرت ابوبکر گفت چگونه فرزند ابو قحافه در محراب رسول اکرم قرار گیرد زمانی که رسول اکرم حیات است؟ هیچ وقت من جرأت نکردم، لیکن آن تأکیدات بیشماری تو مرا مجبور ساخت نماز مسلمان ها را خوانده دهم.
این عمل حضرت ابوبکر چندین بار تکرار یافت، چند بار نماز مسلمان ها را خوانده داد. رسول اکرم از بلال پرسید ای بلال، نماز شما را کی خوانده ایستاده است؟ گفت ابوبکر خوانده ایستاده است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت بلال میگوید تبسم کرد، او بسیار خوب کرده. هر جایی که ابوبکر باشد کی لایق امامتی دارد؟ اینم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یادآور شدند تا که برای بندگان خدا این سخنهای رسول اکرم حکمتاش جدا کنند که ارزنده خلافت ابوبکر صدیق است. وقتی که رسول اکرم از دنیا گذشتند، ابوبکر میگوید من برای طهارت کردن به خانه رفتم. این زمان بود که میگوید دروازه من تق تق شد. یک شخص نزد دروازه فریاد میزند ابوبکر. وقتی می برایم چی هست، چی گپ است؟ نگاه میکنم چهره این انسان الکه چهره گویم که ترسوره هست و آوازش کنده کنده می براید، سخنرانی کردن نمیتواند. گفتم بگو چی خواست داری، چی درخواست داری؟ گفت ابوبکر حبیب خدا از دنیا گذشت. ابوبکر میگوید وقتی که این سخن شنیدم دیگر این اون جسارتی که ابوبکر صدیق داشت، میگوید دیگر پام از زمین کندن نمیتوانستم. به معلم ماندم، به نصیحت کننده ماندم، از جای خود خیستم. میگوید چگونه؟ میگوید به خانه حبیب خدا رفتم، به خدا قسم میگوید فکر میکردم که زمین اطراف من دور میگردد و همچنان بود میگوید که گویا که آسمان نمیبینم. آمدم به خانه معلم. یک زمانی جدایی که از او شدم جانم به حق تسلیم کردم. نگاه کردم یک چادر بالای حضرت پرتافتند. عایشه صدیقه در یک کنار نشسته. دیگر طاقت نکردم، چادر را بیرون کردم و خودم را حواله بر روی رسول اکرم کردم و بوی کردم. گفتم ای حبیب خدا، در حیاتم خوشبوی بودی، در وفاتم خوشبوی هستی. و او را میگوید آخرام بوسه از پیشانی حضرت کردم و چادر را در بالای ایشان کشیدم. زمان وقت میگوید به خانه معلم حبیب خدا در آمدم، مسلمان ها اطراف خانه پیغمبر را فرا گرفتند، همگیش در زمین افتیدگی بیهوش بودند. کدامش داد میزند، کدامش بیهوش است. حضرت عمر میگوید ابوبکر در بیرون کوچه دیدم با این قدر غیرت شمشیر را کشیده است. میگوید کسی گوید محمد مرده است، قسم به خدا با این شمشیر سرش جدا میکنم، محمد نمرده است. این حالت میگوید مشاهده کردم و دیدم که مسلمان ها رو 70 نشوند، بیرون خانه شدم. تمام مسلمان ها را جمع کردم. گفتم ای مردم مسلمان، کسی که تا امروز محمد را عبادت میکرد محمد مرد، لیکن کسی که خدا را عبادت میکرد خداوند هرگز نمیمرد. اگر چند میگوید زبانم نمیگشت که حتی گویم رسول اکرم مرد، همین به خدا قسم زبانم گفته نمیتوانید. لیکن برای روحیه مردم مسلمان شکسته نشود، برای مردم اعلان کردم. در حال میگوید مصلحت کردم، فریاد زدم، آن یاران پیغمبر خدا را، آن اصحاب رسول اکرم را همگی را فریاد زدم، مشورت کردیم چگونه تکفین و تجهیز رسول اکرم انجام گیرد. اینا چگونه کردن در کار؟ جنازه اینا کی میخواند؟ جنازه این در کجا میشود؟ اینا که تولدش مکه مکرمه از جان در مدینه سپارید است، مکه بریم یا شام نزد حضرت ابراهیم بریم که همیشه ابراهیم یاد میکرد؟ کجا بریم؟ اختلاف در بین مسلمان ها سر زد. کسی نمیداند که با رسول اکرم چگونه معامله کنند. همه یکدیگر را گم کردند.
ناچار میگوید حضرت عمر گفتند، ابوبکر گفتند بیاید، گفتم پیشنهاد دارم، پیش از آنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خاک سپاریم، پیش از جنازه ایشان باید خلیفه اعلام کنیم. ابوبکر میگوید قبول کردم، در حال نگاه کردم که در اطرافهای مدینه گرد حمایی ها جمع شده بودند، هر یک آدم یک نفری را پیشنهاد میکرد. مردم مدینه میگفت که یک نفر از ما میشود، یک نفر از مکه مکرمه میشود، دو تا خلیفه اعلان میکنیم. لیکن خدا رحمت کند حضرت عمر رضی الله عنه را جسارت و غیرت ایشان هیچ طاقت نکردند. گفتن نه، گفتن شما میدانید که افضل ترین انسان رسول اکرم بعد خودش ابوبکر اعلان کرده بود. شما میدانید که در یکی از ستونهای دین که نماز است و این شعار اسلام ما بود، رسول اکرم کی را توصیه دادند؟ گفتن ابوبکر را. پس مادامی که در ستون دین، در یکی از عبادتهای خیلی مهم مسلمان ها ابوبکر که پیش در آمده باشد، پس باید که در احکام دنیوی ما هم ابوبکر سروری کند. مقصد وقتی اعلان کرد همگی بیعت کردند، همه بیعت کردند، سرداری حضرت ابوبکر صدیق را قبول کردند. حضرت ابوبکر صدیق در خلافت نشستند، زیرا که اگر ابوبکر صدیق پیش از جنازه رسول اکرم به سر خلافت نمی برآمد، خلیفه رسول اکرم نمی شد، جنازه رسول اکرم کجا می رود؟ کیها جنازه می کند؟ چگونه جنازه شود؟ کسی حل کردن نمی توانست. در حال ابوبکر صدیق که سرور اعلان کردند، خیز گفت جنازه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اولا در درون خانه، در جایی که وفات کرده است، در همون جای وفاتش خوانده شود و ما بیرون خانه نمی کنیم. دیگر این که برای رسول اکرم امام مخصوص جدا نمی کنیم، زیرا وی در دنیا خودش امام بود. 10 نفر می دراییم، جنازه می خوانیم، از خانه بیرون می شویم. اینا پیشنهادهای حضرت ابوبکر صدیق بود وقتی که سردار مسلمان ها که اعلان شد. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث مبارک ش حضرت ابوبکر خواندند که در کجایی که جان به حق تسلیم کرده است همونجا گرانیده می شود. اینا نه به مکه می بریم، نه به ملک شام نزد حضرت ابراهیم می بریم. پس مسلمان ها همه چیکار کردند؟ همه قبول کردند، پیشنهاد حضرت ابوبکر صدیق قبول کردند و آنچنان پیشنهادی که کرده بود همچنان و چیکار کردند؟ انجام دادند. 2 سال و 3 ماه و 9 روز حضرت ابوبکر صدیق کرسی خلافت زینت دادند. 2 سال و 3 ماه و 9 روز بر بالای مسلمان ها سروری کردند. در این 2 سال و 3 ماه و 9 روز آنقدر پیروزی هایی که ابوبکر به دست آورد، قسم به خدا اگر کسی را در جای وی میشیناندند این پیروزی ها را به دست آوردن نمیتوانست. انشاءالله من از پیروزی های او در ملک شام، در ملک عراق، در ملک روم چگونه به مرتدین برای ندادن زکات جهاد اعلان کرد، انشاءالله من جمعه آینده از پیروزی های او برای شما انشاءالله حکایه میکنم که در این 2 سال و 3 ماه و 9 روز یکی از دولت های برجسته ترین 2 تا ایمپریای بزرگی که اون زمان وجود داشت، یکی ایمپریای فارس ایران، یکی ایمپریای بزرگ روم که روم شکست داد. چگونه شکست داد؟ انشاءالله جمعه آینده از پیروزی های او من برای شما باز حکایه میکنم. به همون شاید که وی جمعه آخری از قصه های حضرت ابوبکر صدیق باشد. فقط دادرای عزیز تا جمعه دیگر ما و شما حیات داریم نداریم،
من این قصه ها را به خاطر به گوش شما، به سمع شما میرسانم که امروز دشمن های ابوبکر زنده شدند، امروز دشمن های حضرت عایشه مادرمان زنده شدند. اونا با زبان دراز در بین ما مردم این بزرگان خدا را تنقید میکنند، اینها را کمبودی هاشان برای ما و شما خبر میدهند. حال آنکه حضرت امام ابو حنیفه را در اولی صحبت جمعه من برای شما گفته بودم، اگر چنده که از این بزرگای خدا اگر ذره لغزش و سهو اگر سر زدن باشد، ما باید به خیر یاد کنیم، اونها را کمبودی هاشان باید به زبان نرانیم. این زبان ما باید طاقت تنقید اونها را نداشته باشد. برادرای عزیز و گرامی، آن کسی که در شأن اون آیت قرآن نازل می شود، آن کسی که رسول اکرم محبوب ترین شخص وی می خواند، چگونه این زبان وی به زشتی و به بدی و به قباحت یاد می کند. من این به این خاطر برای شما می رسانم. انشاءالله من از پیروزی های ایشان برای شما جمعه آینده انشاءالله به سمع شما می رسانم. اینجا در یک دو سوال تعجیلی بود از برادرای از دوشنبه آمده بوده که از ما خواهش کردن این سوال به اونها جواب گردانیم. مقصد سوالشون همین بود و فکر من. السلام علیکم داملای عزیز، ما یک چند نفر از شهر دوشنبه میخواهیم با طریق کسیت از زبان شما جواب این سوال را فهمیم. داملای مهربان، ما از زبان شما شنیدیم که در ماه رجب روزه گرفتن درست نیست. مولای محله ما 63 میکرورایان به ما گفت که روزه گرفتن در ماه رجب ثواب کلان دارد. کسی در ماه رجب 5 روز روزه گیرد، خداوند گناهاش را میبخشد. اگر 11 روز روزه گیرد، روز قیامت در او پرسش نیست. اگر 15 روز بگیرد، خداوند داخل جنتش میگرداند. داملای مهربان، میخواهیم از زبان شیرین شما جواب این را فهمیم. در همین جمعه ضرور است. برادرای عزیز و گرامی، در اصل آن داملایی که این مسئله را برای شما بیان کرده است و از روی کتاب گفته است، همون کتابی که درة الواعظینه که در مردم ما و شما با چاپ‌های همون کریلیکی میگوییم چاپ شده است. و این چنین خدا رحمت کند غزالی را در کتاب مکاشفت القلوبش، در کیمیای سعادتش، در احیاء العلوم کتاب خودش بسیار بسیار اطراف ماه رجب فضیلتاش گفتگی هستند. بسیار فضیلتای کلان دارند. برادرای عزیز، اینها را همش من خواندم، لیکن من برای شما رسانیدم که اینها اساس ندارند. گفتن خدا رحمتشان کند، تعریف کردن، صفت کردن، لیکن در زیر او هیچ حدیثی صحیحی که با سند مستحکم باشد که پیروی وی شویم و ما نیافتیم. این جهت برادر دیگر هم نویسانده است که من در ریاض الصالحین روایت ابو داود است که پیغمبر خدا 3 بار تاکید کردن که ماه رجب روزه گیرید. میلش دادر عزیز، همون روایت ابو داود که در ریاض الصالحین، این کتاب امام نووی هست، بسیار آدم بزرگ هستند، خدا رحمتشان کند. همون رقم حدیث برای من بنویس که در ریاض الصالحین در کدام رقم حدیث آمدگی است که پیغمبر خدا 3 بار تاکید کرده باشد که ماه رجب روزه گیرید. پیغمبر خدا بغیر ماه رمضان هیچ ماه را کلا روزه نمی گرفتن. من برای شما روزه گرفتن، من اگر شما آنقدر ذوق روزه گرفتن داشته باشید دادرای عزیز، حضرت رسول اکرم صحابه گفتن ما بسیار روزه را دوست می‌داریم. گفت روز دوشنبه و پنجشنبه گیرید. گفتن از این ده بیشتر می‌خواهیم. گفت 13 14 15 هر ماه را روزه گیرید. گفتن از این ده بیشتر می‌خواهیم. گفت پس محبوب ترین روزه به سوی خداوند روزه حضرت داوود علیه السلام است. یک روز روزه گیرید، یک روز خورید. یک روز روزه بگیرید، یک روز خورید. مرحمت اونقدر شما ذوق روزه داشته باشین، یک روز روزه بگیرین، یک روز تنفس کنید، باز روزه بگیرید. مرحمت درست است، یگان زلال زیان نمی‌دارد. لیکن شما مرا نقص فهمید. کسی که
با اخلاص ماه رجب روزه میگیرد، انا همین عقیده نادرست است. در ماه رجب شما می توانید دوشنبه و پنجشنبه روزه گیرید، 13 14 15 هر ماهی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، کدامش نباشد روزه گیرید. درست است ایناش با حدیث با دلیل ها ثابتند، لیکن در ماه رجب دلیل حجت ندارید. کسی دارد مرحمت در کدام حدیث دیده است رقمش نویسد همینجا خواند، به خدا قسم از همین منبر و خوانده میتید، او را پنهان نمیکنم. حجت و دلیلش خوانده در گوش مردم میرسونم که با کدام حجت و ماه رجب دلالتی بر روزه میکنه. یک برادر عبدالمجید از توتو صدقه کردند. پسران مرحوم بابای حاجی عبدالرزاق خدا نگهش دارد، فرزندای خوب دارد. دویم بار است که باز در حق پدرشان خیر احسان کرده ایستادند. یک برادر از چشمه جوشان، تریزه های مسجد هم با واسطه یک برادر من جیان از چشمه جوشان است، سهم گذاری کردند. همونجا فرمایش دادن انشاءالله در روزای نزدیک تریزه های مسجد هم آمده میرسد. در حق مادرمان دیروز گفته بودند که دعا کنید، در حق کارمندان و در کانال دعا کنید برای کشیدن آب داخل مسجد، خدا نگهشان دارد. نه برای خاطر مسجد، در همه اطراف شهر شکر خدا که کارگرای همو و در کانال که کار میکنن، مردم آب تأمین میکنن، خدا دست اونها درد نبیند، خدا همیشه تن صحت و سربلند باشند. مادر علی خان رحمتی از محله ما در حق فرزندش دعا کنید گفته است. برادر حاجی الفت شاه برای ساختمان مسجد کمک کردند. یک برادر مشکلات در زن و شوهری دارد، در حقشون دعا کنید، یک مبلغ آورده سپاریدن. امروز برادری عزیز کن این مشکلات زن و شوهرها هم زیاد شده است که دیگر هیچ حساب ندارد. تا اگر این زنهای ما از حکم خدا و از حدیث های رسول اکرم آگاه نشود، جوانای عزیز خاطراتون را جمع کنید که شما را حرمت نمی کنند. بابای استاد جلیل داملا بیمارند، در حق خودش و مرحوم زنش دعا کنید. بابای استاد جلیل همه شما میدانید داملاهای پیش بودند، خدا نگهشان دارد، الحال هم حیاتند، بسیار خدمت زیاد در مسلمان ها کردگی هستند. خدا عائلش رحمت و مغفرت کند، خودش را خدا خاتمه بخیر و ایمان و سلامت نصیب کند. اکرم از مسکو همراه برادرانش برای ساختمان مسجد یک مبلغ کمک کردند. معلم فیض الله حمیدوف را جراحی کردند، در حقش دعا کنید. برادرمون اینجا نماز میخوندن. مادر که نامش اپای شرف نیسا بیمار است، برای ساختمان مسجد یک مبلغ جدا کردند. خواهر که نورافشان از توتا دعا خواستند. در حق فرزندان محمد علی نوروز و محمد جان جوانمرگ دعا کنید. استاد جبلی همسرش بیمار است، دعا کنید گفتند. در حق کسانی که در صندوق خیریه دعا میکنند دعا کنید. و در حق کارمندان میلیسا این بیرون داد برای پاکیزه کردن راه، برای تازه کردن راه در کوچه خدمت کرده ایستادند، در حق ایشان هم دعا کنید. و تمام برادرایی که شما صاحب ماشین هستید باز تاکید میکنم که ماشین هاتون همیشه به راه گذارید، همین راه همیشه خالی باشد. بسیار خوب میشد این پهلوان در پلداوش است، همینجا برده اگر میدان های کلان دارد انشاءالله اونجا ده هم قلاور هم دارد، ماشین هاتون نگاه و بین میکنن، یگون زلال زیان به اونها نمیرسد و راه هم خالی میماند، بسیار نیک میشود. و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین. خدای مهربان این بندگانی که برای آبادی مسجد، برای بهبودی این مسجد خیر احسان ها کردند و هر گونه خواهش و هر گونه مقصود ها دارند، خداوند خواهش و مقصود های اونها را همگیشون اجرا بفرمایی و خدایا در عوض این مبلغ صرف کردهشان خدایا برای اینها باز
مبلغ و باز از مال خودت خدایا نصیب رودشان بگردانی و اهل این جماعت ما را خدایا تا جمعه آینده در حفظ امانت نگه داری. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. آمین.